در حقیقتا مسلمانی، در حقیقتا تاجیکی، دلت میگوی که من تاجیکم، بعد تاجیکا دل میسوزه، همین اورا پنگ. برای چی میگم تو دوستان؟ التماس یا لایک یا کامنتاری، برای که خواهرای میدونم بیکار خوان در مسکو، برادرای میدونم که بیکار خوان در مسکو، چون کار نیست خنکی. اما بابا جان با شما اولش پروردگار کار یافتگی که جای خوامته فقط مردها را با کار تامین تو مینا بار جمع کنک، پلوس این فورات کوریر اگر ولاسه در نداشته باشی اما پیج جایکو ایسای شرکت میتیه فقط زریادش میتی. اگر بخوای پروای تاجیکی داری، پروای ارسی داری، ماشین داری، ماشین تامین میکنه، فقط کار کو. بچه‌ها را والاش سوال دادم از اینجا 140 150 120 همین کار کرده. از یادت ده هفته 40000 کار کرد. با هم خاطر پهن کنی مثلا حجتش حجت داشته باشه، پاتنتی مسکو پد مسکو ضرر نداره، به حجت هم ضرر نداره. پروس با میترسیم با بچه‌های خود میرم بزی میگم که اونجا به حجت کار کنه. با هم خاطر چیزا گفتم نمیگم. با هم خاطر بیاید صاحب جای کار التماس نوارا پهن کنیم. والله قسم کاری بهترین اولش پروردگار کار کردی، چیزی که همو حسابش صاحب شرکت را میگذاره این مومنتوش اجرا کردی، دستمش اولش پروردگار من خدمت جواب میگم. اما نکردی اون وقت زغزغ نکنی. بچه‌ها جای خوب هست، زنها نیست، اما ابشیت همسایه داره 8000 3-4 زنکی میستن. الله نگهبان. السلام علیکم. این برای بچه‌های اینستاگرام برادر از جای خدا خشم کلوب شما داره بختوار. چند کاش دم شرکت کار میکنید؟ 1 سال میشه. فاند فریم نیست خیلی کوریه. ولی که ده حساب هم شرکت آوردن ما مقصد تطبیق خوب گرفتی ها؟ اگر سکره نباشه چند سومی کار کردی؟ ما روزدا 7000 بغل نمیشه. جای خود همینجا یا دیگر جا؟ مقصد همه جا میتونن نه که خود دیگر جا. ما دیگر جا میرسیم. سویت خود با مردم. بیاین کار کنیم. جای سال. فاند فریم نیست. نه سب سویزن همه. شنیده؟ الله نگهبان.